میشه گفت که این روزا عالم بدک نیست، ساده تر شدم من دیگه، شک و تردید راه نداره در من. تازه تر شدم من، یکی دم گوشم هی میگه بشین. من میخوام بلند شم، پاشو تو هم ببین، دیگه صبح شده، پاشو روز داره میاد، دلم تو رو میخواد تا دوباره نیمه باز چه شد منو به پاد. اینا رو مامان داد. مامان گفت ازت بپرسم برنامه‌ت برای آینده‌ت چیه؟ دارم تمرین میکنم. مامان تو میخوای تا آخر عمرت همینطوری ادامه بدی؟ نمیخوای ازدواج کنی، یکم زندگی تو سر و سامون بدی؟ نه ممنون، تمرین دارم. خجالت بکش، همسن و ساله تو همه چی دارن، اون وقت تو چی؟ یکی دم گوشم هی میگه بشین، من میخوام بلند شم، باشو تو ببین. و اینک در همه این گیهان به خواب رفته خاموش، تنها من اژدهاک با درد خود بیدار مانده بودم و دل من با بی اشک در این چشم میگریست. توی هنرمند فوق‌العاده‌ای، هیچ کس تو رو درک نمی‌کنه. هیچ کس. بودن یا نبودن مسئله این است. تو توی معماهای زندگیت گم شدی. چیکار کنم؟ تو زندگیتو تباه کرد. نمیدونم واقعا، شاید خونه برم. کاش میفهمیدم حقیقت چیه. میخوای حقیقت رو بدونی، در باز کن. چی؟ اینا رو مامان داد. سامان
بمونی؟ نمیخوای ازدواج کنی یکم زندگی تو سر و سامون بدی؟ میدونی چرا نمیتونی جواب شدی؟ چون داره حقیقت رو میگه. تو زندگی تو باختی. سامان نه من نمیخوام ازدواج کنم. تو برو ازدواج کن. برو ازدواج کن. یکی رو بدبخت کن تا آخر عمرت یقه یکی رو بگی، رویاهات از اون بخوا، بعدش هم یه بچه به دنیا بیارید اونم بدبختش کنید. شما میدونید میمیرید و مثل گوسفند زندگی میکنید. خجالت بکش. همسن و سالای تو همه چی دارن. اون وقت تو همسن و چی؟ سالای من هیچی ندارم. یه برو بیرون، حوصله‌ات ندارم. یه بیرون. تو میخوای حقیقت رو با این کتاب رو بفهمی. نه تنها این کتاب رو، بلکه هیچ کتابی نمیتونه به تو هیچ کمکی بکنه. تو حقیقت اینجوری نمیتونی بفهمی. نمیخوام ناامیدت کنم، ولی راه پیدا کردن حقیقتی نیست. تو باید حقیقت رو تک تک انتخاب درستی کردی. هیچ کس به زنده تو اهمیت نمیده، ولی وقتی بمیری تازه یادشون میاد که تو چقدر هنرمند بودی. بهت احترام میذارن. ممکنه برات یه مجسمه درست بکنن، میدونی، مثل کافکا یا صادق هدایت. انتخاب خیلی درستی کردی.